با نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه ما، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم. امروز روز شنبه است و باز وقت آن فرا رسید که ما و شما برنامه دانش و سنجش را برای این شام آغاز کنیم. برنامه ما این لحظه مستقیم پیشنهاد شما است. هر جایی که شما ما را تماشا میکنید مستقیم تماشا میکنید و هر یک از شما امروز میتوانید چون همیشگی در برنامه ما اشتراک کنید و به قول برنامه ما اینتراکتیوی است. ما و شما با هم مستقیم صحبت میکنیم و شما مستقیم در برنامه ما میتوانید در آزمون اشتراک کنید و برد کرده باشید. امیدوار هستم که صدا همش خوب است و جهت تکنیکی شما ما را خوب تماشا کرده میتوانید و ثبت برنامه انشاءالله در شبکه قرآن دستور عمل انسان بعد از اتمام رسیدن در دانش و سنجش مانده می شود و آنهایی که این لحظه ها ما را در شبکه قرآن دستور عمل انسان تماشا دارید، شما نیز می توانید به شبکه دانش و سنجش گذارید، چون تنها در آنجا می توانید که بازی کنید. خب من این لحظه گیم پین رو برایتان روان میکنم. 415 67 70 415 67 70 زیر چت نوشته میکنم. خیلی خوب. و همه آنهایی که اولین بار امروز اشتراک میکنند خوش آمدید میگویم شما را، چون به توصیه دوست و برادرانتان امروز شما نیز با ما پیوستید و این لحظه اگر شما در برنامه ما اشتراک میکنید شما نیز میتوانید در آزمون شرکت ورزید و برد کنید. موضوع امروزه ما به نهایت موضوع آسان را ما انتخاب کردیم. درباره پیامبران صحبت میکنیم و همه سوال ها از قرآن کریم گرفته شده است. بله، ما و شما باز یک معلومات پیدا میکنیم. همچنین برای فرزندان ما نیز خیلی ضرور است آنها نیز میتوانند در برنامه اشتراک کنند انشاءالله. زیر نوار لایک مانید و نوار رو به دیگران فرستید تا که دیگران نیز با خبر شوند و در برنامه ما اشتراک کنند. در آنهایی که شبکه های یوتیوبی بسیار هزار نفره دارید، مرحمت در شبکه های یوتیوبی خودتان در صاحب شستاتان میتوانید تقسیم کنید نوارا تا که دیگران نیست به ما بپیوندند، تا که دیگران نیست توانند در برنامه ما اشتراک کنند. خیلی خوب. و به ما بپیوندند. میبینم که امروز این لحظه علاقه 20 نفر زیادتر در داخل برنامه ما هستند، اما در شبکه ما هستند، اما 9 نفر پیوست شدند. گیم پین 415 67 70 است. مرحمت نوشته کنید و طرزی داخل شدن به بازی دانش و سنجش را انشالله مدیراتور در پایان نوشته میکنند، در چت ببینید و داخل شوید. بله، کهود نقطه ایت داخل می شوید و در جایی که گیم پین نوشته شده است رقمی که شما میبینید آن را نوشته میکنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب میکنید و وارد به برنامه میشوید انشالله. برنامه ما تقریبا 1 ساعت دوام میکند و هر یک از شما، هر یک نفری که ما رو این لحظه تماشا میکنند میتوانند که برد کنند و بیایید با سخنهای الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران ترجمه معنا الله تعالی میفرماید باید که از میان شما ای مؤمنان گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، اینها نجات یافتگانند. امر به معروف، معنای امر به معروف یعنی هر آن چیزی که خوبی آن از نظر شریعت و عقل شناخته شده است، یعنی خوبی را. و منکر، معنی منکر
یعنی هر آن چیزی که بدی آن از نظر شریعت و عقل دانسته شده است. موافق تفسیری سعدی. از این را در ترجمه دیگر نیز چنین آمده است: ای مؤمنان باید گروهی از شما باشند که مردم را به کارهای شایسته که عقل و دین میپسندد وادارند و از زشتی باز دارند و آنانند که رستگارند، یعنی نجات یافتگانند. و انشالله ما و شما از قبیل آنها شدن میخواهیم. از این خاطر دعوت به کارهای خوب کنیم همدیگر را و از بد کردن نهی کنیم. و از این خاطر نیز برنامه های ما پیشنهاد شما است و 15 نفر داخل شده. باید 20 نفر شویم و بعد از آن آغاز کنیم برنامه را. تماشاگران عزیز، و باری دیگر تکرار میکنم برنامه ما امروز درباره پیامبران است و سوال ها بی نهایت، سوال های آسان. بله، دو قسم است. اینجا تماشاگران ما انس نوشته کردند که دو قسم است. بله، عین حال ما در قسمت اولی برنامه دانش و سنجش هستیم و روزهای نزدیک ما باز چند سلسله برنامه های دیگر را در شبکه های دیگری پندی، یعنی در شبکه قرآن دستور عمل انسان، در شبکه های حکمت و در دیگر شبکه های اجتماعی خود نقشه داریم و انشالله چند برنامه های دیگر نیز پیشنهاد میکنیم، چون امروز ها ما و شما و فرزندان ما و شما نیاز داریم به پند و نصیحت و بعضی چیزهایی که پند در قرآن کریم آمده رسیده است به آنها. از این خاطر انشالله خیلی خوب می شود. و 15 نفر این لحظه ها ما می بینم که در شبکه در داخلی برنامه هستید. شانزده نفر شدیم. خیلی خوب و خوش آمدید. 3 نفر دیگر کوشش کنید داخل شوید و ما بازی را قسمت اولش را آغاز کنیم. خوش آمدید عبدالله نیست. ماشاءالله رضوان خوش آمدید شما نیست. خیلی خوب. بله، ما میبینیم اینجا نام ها: عبدالله، مدینه، رضوان، امید، اسیه، فاطمه، منصور، زلیخا، عبدالله. 3 عبدالله داریم ماشاءالله. و این برنامه ما در شبکه دانش و سنجش جهت تکنیکی نیست، صفت خیلی بلند داره، 4K است و ثبت برنامه رو در شبکه قرآن دستور عمل انسان با به قول فول HD میمونیم. اما اونهایی که ما رو در این شبکه تماشا میکنند با صفت خیلی بلند تماشا میکنید. خوش آمدید و بیایید اکنون قسمت اول را آغاز کردن میگیریم. آنهایی که دیرتر آمدن میتوانند با نوشته کردن 415 67 70 گیم پین و در دوام برنامه به داخل شوید. بسم الله، قسمت اول آغاز می شود. سوال اول: کدامی از پیامبران از گیل پرنده می ساخت؟ موافق به سوره رقم 5 آیت 110. کدامی از پیامبران از گیل پرنده می ساخت؟ موسی، عیسی، سلیمان، یونس علیهم السلام. کدامی از آنها؟ سوره مائده آیت 110. هر کسی که پیشتر رقم درست را زیر میکنند آنها به جای اول میبرایند و من میبینم که 6 نفر جوابهای درست گفتند. بله، عیسی علیه السلام از گیل پرنده میساخت و این موافقی
سوره مائده آیتی 110. بیایید دیده میگذاریم در سوره مائده آیتی 110 قسمت اولش چی گفته شده است. ای پیامبر یاد کن از آن هنگامی که الله تعالی فرمود ای عیسی پسر مریم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور آنگاه که تو را به روح القدس یعنی جبرائیل تایید کردم که در گهواره به اعجاز و در میانسالی به وحی با مردم سخن می گفتی و آنگاه که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به فرمان من از گیل چیزی به شکل پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده می شد و باز دوام دارد. یعنی دلیل آن همین آیتی سوره مائده است. عیسی علیه السلام از گیل چیزی می ساخت و در آن می دمید و با قدرت الله سبحانه و تعالی پرنده می شد، مثل پرنده می شد. و بیایید می بینیم که ها جوابای درست گفتند. 6 نفر. در جای اول حلیمه مبارک باشد، مریم، شادیبک جابیروف، فاطمه و منصور، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. و من می بینم که در چت ما نیز جوابهای درست آمده رسیده از جانبی فاروق سنگوف و از جانبی سلمان تاجیکی و از جانب علی آمده رسید و دوام میدهیم. سوال 2. نام مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ عایشه، خدیجه، امینه، فاطمه. کدامش درست است؟ نام مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نام مادرشان چی بود؟ اینک جواب های شما تماشابینان عزیز و این سوال خیلی عادی و آسان است و علی عمر جوابتان درست است. بله. و 10 نفر جواب های درست گفتند. بله. امینه. بله. و از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر میدونند، اما جواب های خطا نیز آمده رسید. شما می توانید در شبکه نجم تیوی به آن شبکه آبونه شوید، داخل شوید. شبکه برادران اهل علم ما هستند که همه آنها تحصیل کرده دانشگاه های بزرگ هستند و امروز ها سلسله برنامه سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دارند. شما میتونید در آن شبکه تماشا کنید و با بعضی سوال هایی که وابسته به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است از آنجا ان شاء الله جواب خواهید گرفت. 10 نفر جواب های درست گفتید. خیلی خوب. میبینیم که ها به پیش برآمدند. شادیبک جابیروف، فاطمه، منصور، امید، اسیه و حلیمه آنهایی که در جایهای نمایان هستید. مبارک باشد. خیلی خوب. و یک بار دیگر تماشابینان عزیز من یادرس میشم هر جایی که شما این لحظه ما را تماشا میکنید، شاید بعضی ها یک و یک بار به شبکه ما داخل شده مونده، برنامه ما مستقیم است این لحظه امروز، یعنی روزهای شنبه ساعت 20 با وقت مسکو، چون اکثریت از روسیه ما رو تماشا میکنند. برنامه ما افیری زنده است و شما نیز میتوانید در افیری زنده ما اشتراک کنید و یک و یک باره با ما شما در علاقه هستید. یعنی تلفن موبیلی خودتون رو میگیرید و آنجا با کهود نقطه ت داخل میشوید، گیم پین را نوشته میکنید و با سوال ها جواب میگویید و جواب شما در افیر ما میبراید. این یک واقعا نوگانی است در از جهت تکنیک معاصر و همچنین یک نوگانی است که بدون پرداخت هیچ کس به هیچ کس شما مبلغ نمیدهید و هیچ کس از شما مبلغ نمیپرسد. هم خودتان اشتراک میکنید چون شوق آور است اشتراک کردن و غیر از این یک چیزی نو رو برای خودتان از خود میکنید که این ان شاء الله برای باز هم
پرقوت کردن ایمانی ما، یعنی ذریعت دادن ایمانی ما انشاءالله تاثیر میکند. از این خاطر خودتان اشتراک کنید، دوستانتان را توصیه کنید و فرزندانتان را توصیه کنید آنها نیز اشتراک کنند و از یک تلفن حتی می شود که هم اشتراک کنید و هم تماشا کنید و هم وسیله را استفاده کنید تماشابینان عزیز. و چون واقعا ما خرد بودیم تاریخ را اگر به نظر گیریم به بعضی بازی هایی که برای من لازم نبود و فایده نمی آورد، نه فایده دنیوی نه فایده دینی، اما ما در آن کوشش ها می کردیم که تماشا کنیم و اشتراک کنیم. الحمدلله، سپاس، حمد و سپاس به همتا الله سبحانه و تعالی را امروز ما این گونه برنامه ها داریم که هم تماشا میکنیم هم در آن اشتراک میکنیم خودمان به واسطه. مرحمت، بیاید اکنون باز دوام میدهیم صحبت را و همچنین برنامه را و همچنین سوال های دیگر را. سوال رقم 3: ای پیامبر، چرا به خود چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی زنانت بر خود حرام میکنی؟ خوردن چی را چی در نظر داشته شده است؟ خوردن خرما، یا اینکه استعمال عسل، یا اینکه 3 روز تقسیم کردن روزها در خانه زنها، یا اینکه پوشیدن لباس زیبا؟ چی در نظر داشته شده است؟ سوره تحریم به یاد بیارید. ای پیامبر، چرا به خود چیزی را که الله تعالی بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی زنانت بر خود حرام میکنی؟ بله، 7 نفر جوابی درست گفتند. استعمال عسل را. ماشاءالله، خیلی خوب. و 7 نفر در داخل برنامه ما جواب های درست گفتند، اما 4 نفر گفتند که 3 روز تقسیم کردن روزها در خانه زنان. نه این گونه نه تماشابینان عزیز. چرا ممکنه اگر مثلا چند زن داشته باشد 3 روز در خانه این زن و 3 روز در خانه زنی دیگر، این گونه می شود تقسیم کنند و اینجا ناعادلی نمی شود. اما استعمال عسل در این باره در سوره تحریم آیت 1 گفته شده است. بیایید کوتاه آن را می خوانیم و ان همین حتی تفسیرش اگر خطا نکنم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست. سوره تحریم شما مرحمت می توانید آنجا جستجو کنید و گوش کنید. در واقع یک چیزی تعلیمی است و یک چیزی تعلیمی است و چون درباره طلاق نیز ما پیشتر در برنامه های گذشته گذشته بودیم، بعضی سوال هایی که شما را به تشویش میگذارد همین جواب میگوید. درباره رشک زنها، سوره تحریم درباره رشک زنهای بهترین انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده رسیده است. من کوتاه خوانده میگذارم ترجمه معنا را و بعد از آن بیاید دوام دهیم، چون واقعا یک چیزی که شنیدنی است. ای پیامبر، چرا به خود چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی و الله برای تو آمرزنده و مهربان است. و در آیت 3 را میخونم و بعد از آن میگذاریم به قسمت دیگر، چون جوابگو است به همین سوال. و آنگاه که پیامبر با یکی از زنان خود یعنی حفصه رضی الله عنها سیر در میان نهاد، چون آن زن آن سیر با دیگری یعنی با عایشه رضی الله عنها باز گفت. الله پیامبر را از فاش کردن آن سیر آگاه ساخت و او بعضی از آن سیر را بر آن زن یعنی حفصه آشکار کرد و روی لطف و مهربانی از بعضی دیگرش خودداری کرد، چون او را از آن خبر داد. یعنی حفصه گفت چی کسی تو را از این خبر آگاه کرده است؟ حفصه رضی الله عنها به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آن الله دانای آگاه به من خبر داده است که بر وی چیز پنهان نمیماند. از تفسیر سعدی بود. و واقعا یک سوره تحریم
یک چون قصه آمده است و اگر گوش کنید راحت میکنید و انشالله من امیدوار هستم که شما جستجو میکنید و اگر در شبکه ما نیافتید یا اینکه به زبان تاجیکی به بعضی ها مشکل تر است میتوانید به زبان روسی نیز جستجو کنید و هر کدام زبان برای شما آسان است به اون زبان گوش کنید یا اینکه از کتاب خوانید برای کسی اگر آسان باشد. خیلی خوب و 7 نفر جوابهای درست گفتند و میبینیم که ها به پیش بر آمدند. در جای اول فاطمه، منصور، امید، شادیبک جابر و عبدالله آنهایی که در جاهای نمایان هستید و فاطمه پی هم به 3 سوالی ما جوابهای درست گفتید. مبارک باشد. سوالی 4. کدامی از اینها در وادی بکیشت نزدیکانش را خبر گرفت؟ لقمان، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام و یونس علیه السلام. کدامی از اینها در وادی بکیشت نزدیکانش را خبر گرفت؟ از سوره ابراهیم. خب جوابهای شما: دنیا و آخرت جوابی درست گفتید. فروخسان گفت جوابی درست گفتید. علی عمر جوابی درست گفتید و 10 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. ماشاءالله. ابراهیم علیه السلام، بله، قصه رو به خاطر آورد درباره خبر آورده ماندنی همسرش به وادی بکیشت. خیلی خوب و این رو امیدوار هستم که همه شما میدونید و بارها شنیدید، اما یک بار دیگر یادرس میشم چون فرصت رسید این لحظه. خیلی خوب، ماشاءالله. من میبینم که جوابهای درست در چت آماده میرسد. ای پروردگار ما، بعضی از فرزندانم را به وادی بکیشت، نزدیک خانه گرامی تو جای دادم. ای پروردگار ما، این همه به فرمان تو کردم تا نماز را برپا دارند. دلهای مردم را چنان کن که توجه به آنها کنند و از هر میوه ها روزیشان بده باشد که سپاس گذارند. یعنی دعا کرد ابراهیم علیه السلام، دست بالا کرد به الله تعالی و دعا کرد چون به وادی بکیشت فرزندی دوست داشته خودش را برد و ماند که در پیری یافته بود و خیلی زیاد دوست نداشت اسماعیل را علیه السلام را. و انشاءالله باز پورتر میکنیم، انشاءالله باز دوام میدیم و امروز برنامه ما درباره پیامبران است. 10 نفر جوابهای درست گفتید. در جای اول فاطمه چون پیشتره، امید، حلیمه، مریم و عبدالله آنهایی که در جایهای نمایان هستید. شما را تبریک میکنم. الله پاداش نیک دهد برای هر یک شما. نوا رو به دیگران تقسیم کنید، دیگران نیز اشتراک کنند و برنامه ما هر هفته روزهای شنبه ان همین وقت و ساعت دایر میشود انشالله. با سوالی دیگر میگذاریم. کدامی از پیغمبران کعبه را در مکه ساختند؟ وریانت ها در پایان: محمد صلی الله علیه و سلم، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام. کدامی از این وریانت هایی که شما در پایان میبینید کعبه را در مکه ساخته اند؟ خب جواب های درست را من در چت میبینم. دنیا و آخرت جندالله جوابهای درست گفتند. عبدالله نظرف جوابی درست گفتند. اسیا جوابی درست گفتند و 13 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. خیلی خوب، بله. و دلیل به این سوره بقره آیه 127 است. ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر کعبه را در مکه ساختند و در ترجمه معنا در سوره بقره آیه 127 چنین آمده است: ای پیامبر به یاد آر وقتی که ابراهیم و اسماعیل اساسهای خانه را بلند می کردند و هر دو با خشوع دعا کرده گفتند ای پروردگار ما، از ما عملهای شایسته و دعایمان را بپذیر
که تو شنوا و سخنان بندگانت و دانا هستی به احوال آنها. یعنی در سوره بقره آیت 127 ابراهیم و اسماعیل با نامهای خودشان ذکر شدند و تبریک میکنم آنهایی که در چت نیست می نویسند، جوابهای درست می نویسند، مبارک باشد. 13 نفر جوابهای درست گفتید، خیلی خوب. در جای اول چون پیشتر فاطمه، حلیمه، امید و اسیه، مریم و عبدالله آنهایی که در جاهای نمایان هستید و همچنین به 4 زینه بالا عبدالرحمن بر اومدن. من میبینم که عبدالرحمن نیست، به بالا بر اومدید، خیلی خوب. با سوال 6 میگذاریم. کدامی از پیغمبران در کودکی سخن گفت؟ داوود علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و یا یونس علیه السلام. کدامی از این پیامبران در کودکی سخن گفت؟ از این پیش نیز ما یک کمک کردیم، اما باز در سوره رقمی 19 نیز آمده رسیده است. جوابهای درست از جانب علی عمر آمده رسید. جندالله دنیا و آخرت، انس جواب درست گفتند و 13 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. بله، عیسی علیه السلام در کودکی سخن گفت. اگر در خاطر داشته باشید از این پیش من ترجمه معنای یک آیت را خواندم که در این باره گفته گذاشتیم. غیر از این در سوره مریم آیت 29 نیز به همین معنا سخنهای الله تعالی آمده رسیده است. بیایید آن را من میخوانم، ترجمه معنا را. پس مریم به طفل خود اشاره کرد تا از طفل بپرسند. گفتند چگونه با کودکی که در گهواره از سخن بگوییم؟ در آیت دیگر آمد، یعنی عیسی گفت من بنده الله هم، به من کتاب یعنی انجیل داده و مرا پیامبر گردانیده است. و همین بود ترجمه معنا و دوامش نیز درباره قصه پیامبر است. انشاءالله باز در صحبت های دیگر ما میتوانیم که در این باره با شما معلومات گوییم. اما ترجمه معنای سوره مریم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست، چندین سال پیشتر ثبت شده است. شما میتوانید دسترس کنید و آن را گوش کنید. بیایید اکنون به سوالی آخری قسمتی اول میگذاریم. فاطمه در جای اول، حلیمه، مریم، عبدالله و حسن سمیف، آنهایی که به جاهای خوب گذاشتید. با کدام از پیامبران زیر ساختن آموخته شد؟ داوود علیه السلام، سلیمان، عیسی، موسی علیهم السلام. با کدام از این پیامبران زیر ساختن آموخته شد؟ موافق به سوره رقم 21 انبیا آیت 80. زیر همون حتی صورت هم هست اینجا، شما میبینید که برای آسانی باشد. خیلی خوب، 11 نفر جوابهای درست گفتید. بله، داوود علیه السلام. آنهایی که در برنامه اشتراک میکنند اکثر فعال هستند و بله در دنیا و آخرت جواب درست گفتند. علی عمر جواب درست گفتند. هارون جواب درست گفتند. در داخل چت ما انس نیز جواب درست گفتید. و خب یک نفر گفتند که اینترنت میچسبد، یعنی که بعضا شاید همین خیال شود تماشابینان عزیز در تلفن موبیلیتون اگر 3 نقطه رو انتخاب کنید، از آنجا صفت رو کمتر کنید، صفتی پایانتر رو انتخاب کنید، انشالله خوب می شود. چون اینترنتتون اگر که کمی سستر باشد
شاید از این خاطر کم کم بچسبد. امیدوارم که اصلاح می شود و چون این از اینترنت خودی شما وابستگی دارد. و بیایید میخوانیم ترجمه معنای سوره انبیا آیت 80 را. و با او آموختیم تا برایتان زره بسازد تا شما را به هنگام جنگیدنتان حفظ کند. پس آیا نعمتی را که الله تعالی به شما ارزانی کرد به واسطه بندش داوود علیه السلام شکر کننده هستید؟ سوال از تفسیر سعدی. و این بود دلیل. و بیاید اکنون به قسمت خوبی برنامه من آماده رسیدیم. میبینیم که ها به جاهای خوب و نمایان گذاشتند. دانش و سنجش قسمت اول مریم در جای 3 مبارک باشد. جای دوم حلیمه و جای اول نصیبی فاطمه گردید. مبارک باشد. و عبدالله و همچنین حسن سمیف نیز در جاهای نمایان بودید. من شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. مبارک باشد. واقعا رقابت خوب بود بین ما و شما، رقابت خیلی خوب و همچنین انشالله امیدوار هستیم که یکم باشد هم توانستیم امروز نیز به مثل همیشگی چیزی نو را برای خودمان بیاموزیم. و بعضی ها مریم جای 3 یک بار دیگر تماشا میکنیم و جای 2 حلیمه و جای اول نصیبی فاطمه گردید. همچنین عبدالله و حسن سمیف نیز در جایهای نمایان بودید. چون برنامه ما با واسطه اینترنت است تماشابینان عزیز، شاید در بعض جاها دیرتر میرسد و واقعا همین خیلی هم هست. از این خاطر ما 30 ثانیه را آن چیزی که انتخاب کرده می شود در دانش و سنجش، یعنی در کهوت ما انتخاب کردیم 30 ثانیه. متاسفانه 30 ثانیه همش برای شما نمی رسد، یعنی که آن مدت 30 ثانیه است، اما تقریبا شاید 20 ثانیه، شاید کم از 20 ثانیه برای فکر کردن و پخش کردن رقمی درست است. اما این کفایه است تماشابینان عزیز، چنانکه وقتی زیاد لازم نیست. چون سوال را من میخونم و انا همان 20 ثانیه که شما دارید در اون مدت شما میتوانید جوابی درست را، رنگی درست را زیر کنید. چون از این زیادش 1 دقیقه میشود و وقتی ما رو خیلی زیاد میگیرد. چون من جستجو کردم 45 ثانیگی نیافتم، یعنی فاصله 30 ثانیه است. اما از آن 30 ثانیه چون به سبب های تکنیکی اینترنت تقریبا 10 تا 12 ثانیهش برای اینترنت تا به شما رسیدن می رود و باقی مانده تا 20 ثانیه 18-20 ثانیه از آنی شما است و فکر میکنم که این کفایه است. و بیایید نوشته میکنیم 260 15 76 و قسمتی 2 برنامه ما 260 15 76 گیم پین روی اکران هست، شما دیده میتوانید. مرحمت نوشته کنید و داخل شوید. گیم پین 260 15 76. ماشاءالله اینجا عبدالله نوشته کردن که 10 ثانیه کفایه است. واقعا همین خیلی است. بعد از سوال را خواندن من اگر حتی همون 10 ثانیه هم باشد فرصت میکنیم که فقط رنگی درست رو پخش کنیم، یعنی تنها پخش کردن یک رنگ است. از ما این چیز طلب می شود. خیلی خوب. 9 نفر. داخل شوید. آنهایی که در شبکه قرآن دستور عملی انسان ما رو تماشا میکنید، مرحمت به شبکه دانش و سنجش گذارید، چون
برنامه مستقیم ما در شبکه دانش و سنجش است. در قرآن دستورالعمل انسان تنها کپی برنامه است. از این خاطر آنهایی که در شبکه قرآن دستورالعمل انسان ما رو تماشا میکنید، مرحمت به شبکه نوی دانش و سنجش گذارید. کهود نقطه ت نوشته کنید. در بالا مدیراتور نوشته کردند، اینجا هارون سوال دادند. کهود نقطه ت جایی که گیم پین نوشته شده است، در آنجا 260 1576 نوشته میکنید. در جایی که نیک نیم نوشته شده است، آنجا به خودتان تخلص انتخاب میکنید. خیلی خوب، 15 نفر شدیم. خب اگر شما حس میکنید که کمی خیره است یا اینکه اینترنت شما میچسبد، از همون بالای یوتیوب خودتون 3 نقطه رو انتخاب کنید، صفتی برنامه رو کمی دیگر کنید. اگر در تلفن تماشا میکنید با صفت های کمش نیست، میتونید تماشا کنید. 360 است، آنجا با فکرم 240 اگر خطا نکنم، از آن استفاده کنید. کمی اینترنتتون اگر که سست‌تر باشد درست میشود و آنهایی که در تلویزیون تماشا میکنند میتوانید و اگر اینترنتتون در خانه خوب باشد از آن چیزی که بهتر است از آن استفاده کنید. خیلی خوب، خوش آمدید میگویم همانهایی که این لحظه ها به برنامه ما داخل شدید. خیلی خوب. واقعا یک شامی پربرکت برای هر یک از ما و شما می شود، چون واقعا شامی خنک است. در اکثر منطقه هایی که ما رو تماشا میکنند در اروپا، واقعا در بعضی منطقه هاش خیلی باد و هوای خنک است. در روسیه نیز در بعضی منطقه ها باد و هوا خنک است. در خانه گرمک نشسته یک جای با شما در برنامه اشتراک میکنیم، هم دانش میگیریم و همچنین باز استراحت میکنیم. و آنهایی که آبونه نشدید، مرحمت آبونه شوید به شبکه دانش و سنجش و به دیگران نیز روان کنید برنامه را تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. خیلی خوب. آنهایی که در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هستید به دانش و سنجش گذارید و بیایید آغاز میکنیم قسمت دو را. بسم الله. سوال اول: کدامی از این پیامبران را ماهی فرو برد؟ موسی را، عیسی را، یوسف را، یونس را علیهم السلام. کدامی از این پیامبران را ماهی فرو برد؟ سلمان تاجیکی درست جوابتان. علی عمر درست گفتید. جندالله درست گفتید. اول 13 نفر جوابهای درست گفتند. 4 نفر یوسف را انتخاب کردند، اما 13 نفر
یونس را، بله یونس علیه السلام را ماهی بزرگ فرا برد. موافقی؟ سوره صافات آیت 142. و خیلی خوب، بیایید میبینیم در ترجمه معنا چی آمده است. پس ماهی او را فرا برد و او در حالی که لایق سرزنش بود، یعنی زیرا که قومش را پرتافته رفت. موافقی؟ تفسیری سعدی. در آیت دیگر چنین آمده است: پس اگر عبادت‌های پیشینه‌اش و عمل‌های شایسته‌اش که پیش از واقع شدنش در شکم ماهی و تسبیحش نمی بود، یعنی تسبیح یونس علیه السلام در شکم ماهی، در شکم ماهی نیز تسبیح می گفت. موافق تفسیر بغوی. البته تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند، یعنی همیشگی عبادت می کرد یونس علیه السلام الله پاکش را و تسبیح می گفت و آن همان عبادت هایش بود که از شکم ماهی بیرون برآورده شد در حالت خستگی و بیماری. و 13 نفر جوابای درست گفتند. در جای اول حلیمه، القاری، مریم، حسن سمی و دلارام، آنهایی که در جایهای نمایان. خیلی خوب، ماشاءالله. سوال 2: کدامی از این پیامبران را آتش نسوزاند؟ سوال آسان. ابراهیم، اسماعیل، شعیب، نوح علیهم السلام. کدامی از این پیامبران را آتش نسوزاند؟ سوره انبیا را به خاطر بیارید. واقعا قصه های شنیدنی است، قصه های پیامبران. و تا حال من 14 نفر جواب درست گفتند. بله، علی عمر جواب درست گفتند. سلمان تاجیکی، جندالله و انتی منافق جواب درست گفتید. خیلی خوب. بله، ابراهیم علیه السلام. قصه های پیامبران خیلی شنیدنی است و من از خردی دوست می داشتم درباره قصه های پیامبران، اما تا حال کتابی واقعا درستی انا همان قصه های پیامبران را نیافتم، بجز تفسیرهایی که از قرآن میخوانیم. از این خاطر انشاءالله در آینده همین که کتابی قصه های پیامبران و درستش به زبان تاجیکی پیدا که شد، حتما آن را با شما تقسیم میکنیم، چون در واقع این قصه های شنیدنی است و واقعا شوق آور هست، واقعا برای گرفتن عبرت است، درس گرفتن است و به آن عمل کردن است. و امیدوار هستیم که برنامه های اپ های موبیلی نیز شاید پیدا شود، اما قصه های درستش را گفتیم یک بار دیگر یادرس میشم تا حاضر نیافتیم. انشاءالله که پیدا شد حتما باز میخوانیم. کیها به پیش بر آمدند و کیها در جاهای اول هستند؟ حلیمه، القاری، مریم، دلارام و حسن سمیف، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. خیلی خوب، مبارک باشد. سوال 3: قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم در کدام شهر است؟ در مدینه، در مکه، در ایران، در عراق؟ کدامش درست است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در کجا به قبر به خاک سپاری داشتند؟ هارون جوابی درست گفتید. سلمان تاجیکی جوابی درست گفتید. اسیه جوابی درست گفتید. دنیا آخرت جوابتان درست است. خیلی خوب. بختیار نیز جوابی درست گفتید. علی جوابی درست گفتید و 12 نفر نیز جواب های درست گفتید. مبارک باشد. بله، در مدینه. خیلی خوب. و کمترین ها جواب های خطا گفتند و چون ما عادت کردیم مکه و مدینه میگوییم و شاید به همین خاطر هم بعضی ها
فرق نمیکنند. مکه و مدینه بعضا حتی ما خودمون دوران خردسالی رو به یاد میاریم که یگان نزدیکی ما، یگان خویشتباری ما به مکه و مدینه رفتند، یعنی در دو رو یک شهر فکر میکردیم. اما جواب درست مدینه است. در مدینه در خانه همسرشان عایشه رضی الله عنها گرانیده شدند. و کیها به پیش برآمد؟ بیایید میبینیم. حلیمه، مریم، القاری، حسن سمی و اسیه آنهایی که در جاهای اول هستید. مبارک باشد. قوت بزرگی دعا برای شفا از بیماری از حیات کی بود؟ علی ابن ابو طالب، ایوب، ادریس، ابوبکر. قوت بزرگی دعا برای شفا از بیماری از حیات کدامی از آنهایی که شما در پایان میبینید بود؟ سلمان تاجیکی جوابی درست گفتید. علی عمر جوابتان درست است. هارون جوابی درست گفتید. ده نفر جوابهای درست گفتند. بله، ایوب علیه السلام. سوره انبیا یعنی پیامبران آیت 83 را میبینیم. خیلی خوب. و اکثر جوابهای درست گفتند. این باعث خرسندی است و بیایید میخوانیم انا همون آیت را. و یاد کن ای رسول که ما ایوب را به بیماری بزرگ امتحانش کردیم که اهل و مال و فرزندش از دست رفتند. پس صبر کرد و امید ثواب کرد. آنگاه که پروردگارش را ندا داد به من بیماری و رنج رسیده است و تو مهربان ترین مهربانی، پس مرا شفا ده. از تفسیر سعدی. و الله اجابت کرد دعایش را، چون در آیت نوبتی 84 چنین آمده است. پس دعایش را اجابت کردیم و آنچه را که از رنج با وی بود از او دور کردیم و خاندانش را و مانند آنها را به او بازگردانیدیم و این رحمت بود از جانب ما تا عبادت کنندگان همیشه به یاد داشته باشند. یعنی قوت دعا چنان بزرگ است. هر کسی که صمیمانه خالصانه از الله سبحانه و تعالی طلب دعا میکند، انشالله دعایش اجابت می شود. از این خاطر بدون یگان میان رو، بدون یگان قبر، بدون یگان امام، بدون یگان نفری که فالبین است و بلا است و یگان جینی دیگر است، بدون آنها خودش تنها در سر جای نماز طلب دعا کند و الله دعایش را اجابت میکند. هیچ کس میان را لازم نیست. یگان امام و یگان چیزی دیگر لازم نیست. هر یک از شما، هر یک کسی که این لحظه ما را تماشا دارید، شرک نکنید، به الله شریک نآورید. شاید از نادانی بعضی از ما و شما یا نزدیکان ما و شما یا خویش و تبار ما و شما اصلا همون بابایانشان مونده رفته است که باید این کار را کنیم برای پیشرفتن کاری دیگر. نه، این گونه نیست. به یگان پرده خودتان سر جای نمازتان ملاقات کنید با اللهتان، الله سبحانه و تعالی، و انشالله طلب دعا کنید تا که اجابت نماید. و 10 نفر جوابهای درست گفتند. ما و شما انشالله دوام میدیم. حلیمه در جای اول، مریم، القاری، حسن سمی و اسیه آنهایی که در جایهای نمایان هستید. و میبینیم که مریم پیهم و 4 سوال ما جوابهای درست گفتید. سوال 5. جین ها برای کدام پیامبر خدمتگزار بودند؟
داوود علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام و یا ابراهیم علیه السلام. جین ها برای کدام از این پیامبرها خدمتگزار بودند؟ جواب های درست را میبینم. خیلی خوب. چهارده نفر جواب درست گفتید. بله، سلیمان علیه السلام. در نوکک ما آیت های 83 و 84 را خواندیم. در آیت قبلی سوره انبیا چنین آمده است: و گروهی از شیطان ها یعنی جین ها برایش در بحر شناوری می کردند و از آن برایش دور و گوهر را می برآوردند و جز آن به کارهای دیگر مشغول بودند و ما حافظی آنها بودیم، یعنی محافظت کننده آنها بودیم. و خوب، همین جواب درست بود. سلیمان علیه السلام بود. میگذاریم میبینیم که ها به پیش بر آمدند. حلیمه، مریم القاری، حسن سمیف و عمر نیز به جاهای بالا بر آمدید. خیلی خوب. سوال 6: پیدا شدن کدام پیامبر مثل حضرت آدم است؟ شیس علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام و یا ابراهیم علیه السلام. پیدا شدن کدام پیغمبر مثل حضرت آدم است؟ خیلی خوب. جوابهای درست را من الکی دیدم. من فکر کردم که اگر این گونه سوال گذاری کنم اکثر جوابهای درست را گفته نمیتونند، اما جوابهای درست آمده رسید. از جانب بختیار، از جانب علی عمر، از جانب هارون. خیلی خوب. بله، عیسی علیه السلام مثل آدم، مثل حضرت آدم بود. بیایید سوره آل عمران آیت 59 را نگاه میکنیم یک جای با شما. در واقع تماشابینان عزیز، آنهایی که جوابهای درست را ندانستند، این باعث اصلا خرسندی است تا که شما این لحظه ندانسته جواب درست چی است و تفکر میکنید چی بود جواب درست. و عین حال من جواب درست را برای شما میخوانم، از کتاب میخوانم، هیچ چیز از پیش خودمون نمیگویم. همه آن چیزی که این لحظه ها ما استفاده میکنیم از کتاب است. از این خاطر حداقل یک چیزی که آموختیم در آینده برای درست استفاده کردن و درست عمل کردن می شود و ما خوشبخترین انسان حسابیده می شویم، ما و شما که یک چیزی نو رو برای خودمان آموختیم و همین وقتی ما دریغ نبوده است، یعنی وقتی ما بیهوده نبوده است، توانستیم که یک چیزی نو رو برای خود پیدا کنیم. این سخنهای من برای آنهایی که جوابهای خطا را گفتند. میخوانیم از ترجمه منو: مثال عیسی که بی پدر آفریده شده است در نزد الله چون مثال آدم است که او را بی پدر و مادر از خاک بیافریدیم و با او گفت موجود شو، پس موجود شد. پس آنان که دعوا کردند که عیسی بی پدر آفریده شده است معبودی بر حق است، یعنی الله است. دعوای باطل، یعنی که به ترجمه دیگرش ما گذاریم، اینجا کمی تفسیرش است، از ترجمه معنایش میخوانیم. در حقیقت مثل عیسی نزد الله تعالی همچون مثل آفرینش آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود باش، یعنی موجود شو، پس موجود شد. یعنی همین دلیل است که عیسی علیه السلام به مثل پدر ما و شما آدم پیدا شده است. خیلی خوب. و چون من در یک برنامه سالهای پیش
وقتی ترجمه کردنی یکی از طالب علمان که با زبان سوئدی بود صحبت میکرد، در کجای گفته بودم که تولد شده است آدم و به جای اینکه پیدا شده است تولد شده است گفته بودم. از این خاطر بعد از چندین مدت زیر شهر به من نوشته بودند که آدم تولد نشده است پیدا شده است. بله واقعا همین خیال ما که عادت کردیم تولد شده است، تولد شدن از مادر می شود ولی پیدا شده است، اینش درست است و قبول است. البته ما آدمی هستیم، در بعضی جا شاید شتاب میشویم، سراسیمه میشویم و یگان جای شاید خطا گفته مانیم. از این خاطر هر جایی که از ما خطا شنیدید یک کنار گذارید و درست را استفاده کنید، چون هر کس از نادانی، از شتاب و یا از پریشانی خطا کردنش ممکن است. و 10 نفر جوابهای درست گفتند. حلیمه القاری، مریم، شادیبک جابیرов و عمر، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. و سوال آخر: کدام آفت طبیعی اسرائیلی ها را که می خواستند الله را ببینند نابود کرد؟ آتش، برق، شمال، زمین لرزه و یا طوفان؟ کدام آفت طبیعی فرزندان اسرائیلی ها را که می خواستند الله را ببینند نابود کرد؟ از سوره بقره آیت 55. انتی منافق جوابتان درست بود. 4 نفر جوابی درست گفتند. آتش، آتشک و برق یا اینکه سایقه میگویند. جوابی درست در چت نیست، فقط از انتی منافق آمده رسید به ما و در داخل برنامه نیست. همگی 4 نفر جوابهای درست گفتند. بله، بیایید میخوانیم. در ترجمه معنا چنین آمده است: و به یاد آورید که گفتید ای موسی ما تا الله را به آشکار نبینیم به تو ایمان نمی آوریم و همچنان که می نگریستید سایقه، آتشک، برق از آسمان فرود آمد و شما را به سبب گناهتان هلاک ساخت و شما را پس از مردن زنده ساختیم. باید که سپاسگزار شوید. این مرگ برای آنها عقوبت بود. بعد از آن به اجل خویش فوتیدند. از تفسیر ابن کثیر. بله، همین واقعه به امروز ما نیز مانندی دارد. از نزدیکان ما اکثر میگویند که کی دیده است و دنیا را کی دیده است، الله را، الله پناه نگه دارد. اما این گونه سخنها را ما امروز میشنویم. شاید محیطی همه هر گونه باشد. آنهایی که اینجا با ما هستید و ما را تماشا میکنید محیط شما شاید دیگر باشد، چون هر کسی که ایمان آوردند، به پرگی ایمان آوردند، آنها با ما هستند و آنها میتوانند ما را تماشا کنند، چون آسان نیست در دوام 1 ساعت در برنامه اشتراک کنند و تماشا کنند و بازی کنند و یک چیزی نو را برای خودشان قبول کنند. اما هستند نفرانی که محیطشان، اطرافشان آمیخته است با این گونه انسان ها. اکثر کافران میگویند، آنهایی که از اسلام تماما بیخبر هستند و آنهایی که خودشان را یا از اهل مسلمان نشین، همون محیط مسلمان نشین تولد شدند و اما در دوره گذشته کمونیستی چخیلی که ما میگوییم تولد شدند و به وای رسیدند. اکثر از آنها دلشان تا حال سرد است، خنک است و آنها تا حال آیات‌های قرآن را قبول کرده نمیتوانند. و من بارها خودم شخصا چند سال پیش شنیدم که از آن نزدیکانی من، اطرافیانی من نیست، میگفتند که کی دیده است و قیامت را مثلا باور نمی کنند که این یکی از رکن ایمان است.
از این خاطر ما و شما باید هوشیار باشیم، چون ببینید که دلیل از آیت قرآن 1400 سال زیاده پیش به ما آمده رسیده است و ان همین گونه سخنانی که امروز بعضی از نزدیکان ما و شما میگویند تا ما الله را خودمان نبینیم باور نمیکنیم. هرچند که این گونه سخن نگفته باشند هم به ان همین مانند میگویند امروز ما ندیدیم و ما نمیدانیم آیا هست آیا نیست. این از نبودنی ایمانی انسانی ها، این که دیگر چیز نیست، یعنی که کس ایمان نداشته باشد این گونه سخن ها را میگوید. الله پناه نگاه دارد و طلب دعا میکنیم که الله تعالی هر یکی ما را از هدایت یافتگان گرداند و چون که بارها در برنامه ها در اولی برنامه میگویم الله تعالی از کمترین ها گرداند، چون در اکثر سوره های قرآن کریم آمده است اکثریت بسیاری ها جاهلند، بسیاری ها نادانند، بسیاری ها نمیشنوند، بسیاری ها نمیبینند، بسیاری ها از کارانند، اما کمترین ها آنهایی که امید به رحمت الله دارند، اما کمترین ها ایمانشان به الله بزرگشان. و الله تعالی همین آنی که شما تماشا میکنید ما را از آن همان کمترین ها گرداند. امین. و دعا کنید در حق هم دیگر و دعا کنیم در حق شخصانی که ما و شما دوست می‌داریم الله تعالی آنها را نیز از کمترین ها بگرداند. الله تعالی ما و آنها را از هدایت یافتگان بگرداند تا این روزگار ما، تا این دنیای ما وقتی تمام شوی دارد و هیچ کس کفالت ندارد، کفالت نمیدهد که پگاه زنده میماند یا نه. از این خاطر هر کسی را که شما دوست می‌دارید در حقشان دعا کنید الله هدایت کند. بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش بر آمدن و قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. جای سیوم مریم مبارک باشد. القاری جای دوم مبارک باشد و جای اول نصیبی حلیمه گردید. ماشاءالله، خیلی خوب. عمر و امیر شاه نیز در جاهای نمایان بودید. من شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. در آخری برنامه کمی جای وز کنی هم شده است. ماشاءالله. حلیمه، القاری، مریم در جاهای نمایان بودند و یک بار دیگر تماشا میکنیم. عمر و امیر شاه نیز در جاهای نمایان بودند. مبارک باشد یک بار دیگر. تشکر زیاد میگم تماشابینان عزیز و ما دو قسمت برنامه داشتیم از عبارت از 7 سوالی و امروزه برنامه ما وابسته به پیامبران بود و هرگاهی که ما و شما درباره قصه های پیامبران میشنویم و هرگاهی که ما و شما درباره قصه صحابگان و تابعین و تبع تابعین میشنویم کمی باشد هم در دل ما یک غرور پیدا می شود و ما و شما میفهمیم که یکم ایمانی ما بالاتر می رود و با سبب شنیدن قصه هایی که واقعی و حقیقی است و از کتاب الله آمده است. و دعاگو هستیم که ما و شما را الله تعالی مستحکم گرداند در راهی که هستیم و چنانه که امروز در آغاز برنامه آغاز کردیم با ترجمه معنای سوره آل عمران، سوره آل عمران آیت 104. باید باشد از شما گروهی که دعوت کند به سوی نیکی و باز دارند از کارهای ناپسندیده و آن گروه رستگارانند. دعا میکنیم که این گونه باشیم و
نیکی دعوت کنیم، به کارهای نیک دعوت کنیم و از کارهای بد منع کنیم و توانیم که یکی از آنها باشیم. تقسیم کنید نوا رو به دیگران و شما نیز انشاءالله از یکی آنهای میگردید که به نیکی دعوت میکنید و از بعض من کرده های الله که ما گفته میگذاریم از آن من میکنید و انشاءالله از گروه ما و شما میشویم که به امید الله رستگاران باشند، یعنی نجات یافتگان باشند. امین. تا وخوری دیگر خانه آباد و سربلند باشید. خودتان اطرافیانتون را احتیاط کنید. در پناه الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.